ساکنان شهر و دهات ایسفره با شکرانه دولت صاحب استقلال، وحدت ملی، روند با سرعت معرکه بنیادکاری و سازندگی، گرامی داشت سنت های نیک اجدادی و ارجگذاری به میراث پرغناوت فرهنگ ملی، نوروز بین المللی را جشن گرفتند. در هر جزئی برنامه ایدانه به خوبی احساس کرده می شد که این جشن بزرگ ملی و جهانی رمز پیروزی، رفشنی بر تاریکی، گرمی بر سردی، آغاز کارهای دهقان و کشتکار بهاری، هدایتگر به عملهای خیر و آبادکاری و سازندگی است. نخست در دایره تدبیرهای ایدانه در وضع تنتنوی به 10 نفر سابقه دارانی که برای پیشرفت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ولایت و جمهوری سهم ارزنده گذاشته‌اند، کمک‌های یک دفعینه رئیس ولایت سوخت رجب‌های احمدزاده تقدیم کرده شد. موافق به تعامل این عید اجدادی از صبح در شهر ایسفره همگان بعد چند روز آمادگی‌ها و تازه و پاکیزه نمودن منزل و محل زیست و اشتراک در کارهای آبادانی به ایدگاه‌ها حاضر شدند. چاره‌بینی‌های اساسی نوروزی ایسفرگیان با شرکت مهمانان سرشمار در گلباغ به نام سیف ایسفرنگی مرکز شهر صورت گرفتند. در درآمدگاه ایدگاه در رسته و خیمه‌های زیبا با رعایت عنعنه‌های ملی، سفره‌های نوروزی 7 سین و 7 شین و طعام‌های ملی خاص نوروز، شیرینی‌های ملی، سومنک، محصولات ساحه‌های صنعت و کشاورزی، هنرهای مردمی از قبیل قالین بافی، بافندگی، سوزنی دوزی، کلالگری، زردوزی، قراقدوزی و گهواره‌سازی به نمایش گذاشته شده بودند. مردم در گوشه و کنار نوروزگاه با سفت و ترانه، اجرای سنت‌های نوروزی و نمایش فرهنگ و صنعت پرغناوت ملی تاجیکستان صاحب استقلال، مهنت بنیادکارانه و پرشرف مردمی آن، فضای آسوده و آرام وطن محبوب و آرزو و آرمان‌های ملت کهن بنیاد تاجیک را ستایش می‌کردند. مسابقه‌های ورزشی و آزمون‌های مختلف با جالبیت و شفق‌آوری روحیه اهل ایدگاه را بالیده‌تر می‌گردانید. اهل تنتنه جشن فرخنده نوروز را رئیس شهر ایسفره و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با جشن نوروز بین المللی تبریک نموده از جمله تذکر دادند که نوروز از جشن‌های باستانی تاجیکان محسوب یافته در سالهای صاحب استقلالی سنت‌های خاصی نوروزی احیا گردید و محض با تلاش‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز دوباره در سرخط جشن‌های ملی تاجیکان قرار گرفت و به جشن و سرور عمومی ملی تبدیل یافت. ضمناً تأکید گردید که سنت بهترین نوروز بخشش گناه‌ها، نوازش یتیمان و عیادت بیماران و معیوبان و خیر و سخاوت به درماندگان و نیازمندان است تا فرارسی سال نو را همگان با شادی و خرسندی استقبال بگیرند. همزمان گفته شد که ساکنان شرفمند ایسفره چون دیگر هموطنان شکرگزاری از آن می‌نمایند که با اقدام نجیب و شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عید ملی و اجدادی ما نوروز در سطح جهانی همچون رمز دوستی خلق‌های صاحب فرهنگ و تمدن پیشه با شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. جهانی گردیدن این جشن اجدادی از آن گواهی می‌دهد که در شرایط کنونی واقعاً تشبس‌های سرور دولت ما همچون ابتکار انسانگرایانه و افاده‌گر نیازهای بشریت از سوی جامعه جهانی استقبال صمیمی پیدا نموده موقع و مقام کشور صاحب تمدن ما را در عرصه عالم بالا می‌بردارد. امروز این جشن باستانی و فرخنده را اهل سیاره همچون رمز احیای طبیعت، تحکیم صلح و دوستی، وسعت آبادکاری و سازندگی و رابطه‌های نیک بین خلق و ملت‌های گوناگون دنیا استقبال می‌گیرند. برنامه رنگین و پرمحتوای تئاتری، صحنه‌های بیدار شدن طبیعت، خنده‌های کودکان و نورسان، شادی و فرح همگان از رسیدن روز نو، دعای نیک بابای دهقان و برآمد جالب دسته‌های هنری شهر و دهات ایسفره تجسمگری از منیت‌های نیک مردمی دیار بودند.